تصویر مجسمه چوپانزن را در دیوار بینای بانک در پالنسیا شمال اسپانیا پس از بازسازی یا تعمیر اصلا شناختن ناممکن شده است. خاویر مارتین، یک ساکن شهر، از کلاً تغییر یافتن تصویر در بنا در تعجب است. این خیلی بد است. مجسمه را خراب کردند. بهتر بود اصلا دست نمی رسیدند به آن. سری مجسمه به چیز شبیه کارتوشکا شده است، اما از بس که نقش این چوپانزن در آرایش خانه در سال 1923 ساخته شده تکرار شده است، شکل‌های اصلی در بعض جایها حفظ شدند. نتیجه کاری تعمیرگران را نخست صاحب دکان گلفروشی ویوالدی مشاهده کرد و به نقاش آنتونیو کاپل در این باره خبر داد. وی تصویری مجسمه خراب شده را به نوار گرفت و حالا اینجا به یک مکانی تماشا برای ساکنان و سیاحان تبدیل شده است. ماریا لوئیزا آنالین بر این است که حتی خود او می توانست مجسمه را بهتر از استاهای تعمیرگر تعمیر کند. وی میگوید تازه به چهره چوپانزن ها توجه کرد. با نگاه به تصویری مانند به کارتوشکا، اکثریت گریبانی توبه گرفته میگویند خدایا این چه دهشت است. متاسفانه این بازسازی یا تعمیر غیر کسبی حادثه نو و یگانه نیست.